نمایش من حالتون چطور؟ خوش اومدین به ویدیو جدید. بچه تو این ویدیو اومدیم آلکاتراز رنگ اپ کنم. بالاخره گرم مستر 3 شدم، تا نصف گرم مسترم رفتم، یعنی تقریبا یه نصف، حالا نمیدونم ایکس پی چیه، نصف حالا پر کردم دیگه داخل گرم مستر. بالاخره رنگ اپ دارم میکنم بعد مدت ها. خب بچه اومدیم یه چند تا ویدیو بگیریم، اگه خدا بخواد هرس نخوریم، ولی این ویدیو اختصاص داده شده به هرس. بچه چنل من کلا یه جوریه، کلا از دارم یه جورایی کل کلافو شهر میدم انگار. ببین مثلا اکثر یوتیوبر میان آموزش میذارن، فلان چیز میذارن، گیم پلی که جذاب میذارن، ولی من اینجوری نیستم. دارم سبک‌های مختلف کلافو میگم. مثلا همین تو این ویدیو کلی کمپر، کسایی که کمپر که منظورم اینه که کسایی که به هم دیگه میچسبن با یاراشون و جور بزنن هم جداشن، این آدما رو مثلا دارم میذارم داخل چنلم. یا مثلا فشاری ترین ها که چند تا ویدیو ازش هست، نمیدونم کسایی که تو دوئل بچه سال بازی در میارن نایف میکشن آخرش فوش میدن، این چیزا رو کلا گذاشتم بچه داخل چنلم. و کلا فقط میخواستم یه جورایی داخل این چنل، یه جورایی اگه کسی منو تونست بشناسه و چنلم رو رشد کرد، حداقل شاید یه چیز مفید داشته باشم که آقا اینا یه چیز مفیدم این باشه که دیگه سمت این چیزای چرت و پرت نرم. ولی خب من 25 نفر منو میشناسن دیگه، تأثیری نمیتونم بذارم. ولی خب من تلاشم میکنم، کارم میکنم و یه روزی مطمئنم به آرزوم میرسم. و بچه هنوز 50 تایی نشدیم، شدیم 25 نفر. 2 نفر یعنی به اون اضافه شدن، این خوشحالم کرد، ولی 50 نفر نشدیم، 25 نفر، نه نصف راهو رفتیم. نصف دیگر هم سریع شما اوکی کنید برام دیگه، دمتون گرم. شمایی که میتونید کاری رو انجام بدین حتما این کار رو انجام بدین. و چون نمیدونید دل منو شاد میشه چقدر وقتی شما ساب میکنین، کامنت میذارین، این کارا رو میکنین. بچه‌ام من الان تو این ویدیو یه چند تا اسکواد پدر ما رو در آوردن، دهن ما رو سرویس کردن ناموسن. نه ببین من یک بار مایکو باز کردم، خیلی محترمانه گفتم داداش خوشت میاد ازت، خوشت میاد ازت، میگم خوشت میاد وقتی آقا بهت فوش میدن ملت، خوشت میاد شما اصلا داخل خونش کسی خوشتون میاد بهتون فوش بدن؟ بهش بدم تو خوشت میاد به ناموست فوش بدن؟ اصلا بهش مهم نبود انگار. میگم آقا این کار نکن، کم نکن، چند نفری با هم نچسبین، اصلا آدم حساب نمیکردن. نمیدونم کی میخواد درست بشه این قضايا. همسایه ما هم که رید داخل ویدیو قشنگ. آفرین آفرین. الان وقت سنگ فرز زدن بود. بچه نمیدونم چرا بعضی احساس میکنن وقتی به هم میچسبن این وینی که میگیرن جذاب براشون. من خودم هیچ وقت برام جذاب نبود این کار. و بعضی وقتا از روی حرص و فشار گفتم آقا بچه شما به من بچسبین، اینا به هم میچسبن ما رو فشار میکنن، ما هم به هم بچسبیم دیگه. و چسبیدیم دست و بین کردیم، اما لذت ندادیم. آقا چسبیدیم دست و بین کردیم ولی لذت ندادیم. وقتی این وقتی میچسبی به هم دیگه این وینه به لذت نمیده. یا کیلوزی زیاد میشه، یا میدونی اگه تکی بودی میمردی، در هر صورت میدونی مفبر داری میکنی یارو رو. این بهت لذت میده آقا، این بهت لذت میده. من خودم به شخصه بهم لذت نمیده، نمیدونم بعضی چطور این کارو میکنن. میگم آقا تو از رو فشار باشی. من خودم بچه از من سعی میکنم مثلا اگه یه نفر چند نفری بهم چسبیدن و من زدن فشاری نشم، دسته بعد این کار نکنم. یعنی چی؟ یعنی شبیه واکنش زنجیری هست. مثلا یه اتفاق، مثلا یه انفجار زنجیری، مثلا میدونی نه بوم چجوری کار میکنه دیگه. یکی از مولکول‌های وقتی زیادی بهش فشار میاد و زیادی جنب و جوش میکنه، بغلیاش هم اتفاق براشون میفته. انقدر این جنب و جوش زیاد میشه و زنجیره ادامه پیدا میکنه تا وقتی که کلا انفجار رخ میده. اینم بچه‌ها همینه. شما وقتی که من مثلا این کارو کردم، نفر بعد این کارو میکنه، نفر بعدش این کارو میکنه، همینجوری پشت سر هم چند نفر و هم میشستن این کار انجام میدم و یه جوری یه زنجیره تشکیل میدیم، یه زنجیره فشاری. مثلا این کارو نکنیم، من خودم سعی میکنم کارو نکنم، شما این کارو نکنید. چی میشه اگه کالاف، بچه‌ها نمیخوام توهین کنم ولی چی میشه اگه کالاف مثل پابجی نشه؟
خب ببین توهین نیست، ببین یه گیمر واقعی به همه گیما احترام میذاره. حتی منم اگه توی ویدیوم گفتم برو فری فایر نصب کن، برو پابجی نصب کن، منظورم این نبود که پابجی و فری فایر بده، منظورم این بود که تو به درد کالاف نمیخوری، برو خودت داخل یه گیم دیگه تست کن. خب مثلا داخل پابجی همه میدونن خیلی زیاده کسایی که کمپ میکنن و حتی یه ویدیو هم بود که خودشون هم قبول دارن و اینو و من میدونم خودشون قبول دارن و همه گیمرها آدمای با جنبه ای ان، همه گیمرها آدمای با جنبه ای ان بجز گیمر فری فایر. چه میدونم با جنبه نیستن چون خودم چند نفر دارم میشناسم که فری فایر بازی میکنن. تو نمیتونی بهشون بگی فری فایر مثلا گرافیکش یکم بده، یکم فیزیکش کمه. خب تو این حرفو بهشون بزنی یهو میان یه چیزایی بهت میگن که اصلا تو پشمات میریزه، فوش به همه چی میکشه. اکثرا هم گوشی‌هاشون گوشی‌های خوبه، اکثرا کسایی که پابجی بازی پابجی میگم پابجی پلیر رو که بدبختا من هر کسی رو شناختم پابجی رو میگه مثل کال اف پلیر رو بودن، اکثرا گوشیشون زغالی بود ولی اکثرا گوشیشون میلیون اصلا چه میدونم بالای 13-14 میلیون بود و گوشی خوبی بود. اما دارن گوشیشون رو داخل بازی میذارن که اصلا نیاز به قدرت گوشی نداره به نظر من، چون فری فایر چیز سبکه. اصلا خود شرکت گارنا، نه درست میگم دیگه اسم شرکتش گارنا دیگه، خود شرکت گارنا کلا تو کار ساخت بازی‌های سبکه. حتی یه نسخه از کال آف دیوتی داده که اومده کلی سبکش کرده که گوشی ضعیف بازیش کنن، اما خب چیز خفنی نیست چون داخلش سی پی رایگان میده و هیچ چیز باحالی نیست به نظر من. از اینکه از نسخه اصلی جدا بشیم بریم سمتش چرت و پرته به نظرم. کلا گارنا یه همچین چیزیه و یکی از نسخه‌هاش هم نسخه میگم یکی از بازی‌هایی هم که خودش مثلا داد بیشتر بازیشو اومده اسکی کرده، اسکی که نه یعنی از شرکت‌های دیگه بازی‌های دیگه رو اومده سبک کرده، یه بازی هم خودش داده که مخصوص خودشه فری فایره. اونم هیچ کس هنوز نمیدونه، ممکنه مثلا قدیما یه بازی بود یه بازی فری فایر بود که گاردنا نساخته بود و گاردنا من فقط سبک سازی کرد. ممکن اصلا فری فایری که میگیم انقدر قوی باشه در حد مثلا وارزون موبایل میگم وارزون پی سی باشه بچه‌ها، نمیدونم. اما خب بچه‌ها کلا فشاری بازی در نیارین. یه پریدم از یه بس میپرم یورو بس دیگه، من خیلی گنگم بالاست. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، هیچ وقت فشاری بازی در نیارین و منم اصلا فشار نخوردم من از داخل آب، فقط یکم عصبانی شدم خواستم بهش فوش بدم، اشکال نداره. دوستتون دارم، امیدوارم حالتون خوب باشه. ولی یار من خیلی مفت مرد و این رو مخم بود. کلا هم توی این بازی بکنم 15-16 تا کیل گرفتم. دوستتون دارم تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدارتون.